بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن و افترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد و آل محمد. السلام علیک یا بنت ولی الله، یا اخت ولی الله، یا عمة ولی الله، یا سیدتی و مولاتی، یا فاطمة المعصومه. دلم سه‌شنبه شبی باز راهی قم شد. دلم سه‌شنبه شبی باز راهی قم شد. کنار درب حرم بین زائران گم شد. نگاه چشم ترم تا به گنبد افتاد. دوباره شیفته رنگ زرد گندم شد. به یاد مشهد و باب الجواد افتادم. سرود عاشقیم یا امام هشتم شد. به محض بردن نام امام آینه ها، لبان آینه هایت پر از تبسم شد. سلام بر تو و بر خاندان اطهارت، سرم به زیر قدوم تمام زوارت. از آب شور حرم شوق و شور میگیرم جانم. از آب شور حرم شوق و شور میگیرم. وضو برای تشرف به طور میگیرم. ستاره‌ام که در این آسمان ظلمانی از آفتاب حضور تو نور میگیرم. چقدر زائر عاشق شبیه کودکیم، ضریح مرقدتان را به زور میگیرم. چه افتخار عظیمی است آمدی اینجا بانو، چه افتخار عظیمی است آمدی اینجا. عجیب نیست که حس غرور میگیرم. برای رد شدنم از پل صراط جزا، ز دست لطف تو برگ عبور میگیرم. سلام بر تو و بر خاندان اطهارت، سرم به زیر قدوم تمام زوارت. سلام خدا به وجود نازنینی که قرار هست من و شما و همه شیعیان با شفاعت او به فرموده امام صادق جان علیه السلام به بهشت برویم ان شاء الله. سلام مردم، هم نفسای یاد خدا، هم شهریای شهرالله، مسافرای بهشت. الهی که خوب باشین، قبول باشه همه طاعات و عباداتتون تا به اینجای ضیافت الله. امیدوارم به شما خیلی خوش گذشته باشه. تا دلتون بخواد، تا دلمون بخواد، پر از غذاهای مادی و معنوی سر این سفره بی منتهای رمضان المبارک ان شاء الله بهره‌مند و سیراب شده باشیم و از این به بعد هم بیش از آنچه که تا به حال برامون رقم زدن پر روزی باشیم. به آبروی این بانوی صاحب کرامت ریحانه موسوی خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. سه‌شنبه است و خیلی ها خودشون رو رسوندن به قم و مسجد مقدس جمکران. گفت مستی نه از پیاله نه از خم شروع شد، از جاده سه‌شنبه شب قم شروع شد. اومدن که صفا بکنن توی این مسیر رو، مخصوصا امروزی هم که من خبر نداشتم، قبل برنامه خودم متوجه شدم که امروز سال روز تأسیس مسجد مقدس جمکران هم هست. به توصیه امام زمانمون حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا، خوش به سعادت اونهایی که امشب ظاهر این آستان مقدس هستن و مسجد مقدس جمکران توفیق تشرف پیدا میکنن و انشاءالله برای همه نفس بزنن و دعاگو باشن و ما هم به شرط توفیق و حیات و لیاقت این کار رو انجام خواهیم داد. برنده قرعه کشی روز گذشتمون خانم فاطمه حدادی از استان گلستان هستند. به ایشان تبریک میگم، به همه گلستانی های عزیز سلام و آرزوی قبولی طاعات دارم.
3011-22 سامانه پیام کوتاه ماست. شما میتونید امروز هم عبارت چشم نواز و دل نواز یا فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به 3011-22 ارسال بفرمایید و توی این قرعه کشی شرکت بکنید. انشالله به شما هم پرچم مقدس و متبرک این آستان مقدس هدیه خواهد شد. بریم با هم دیگه یه قدری قرآن بخونیم. مثل خیلی از کودکان، خانواده ها و افراد مختلف که در ماه مبارک رمضان تو ساعتهای مختلف اینجا حضور پیدا میکنند و در ماهی که یک آیه قرآن خوندن برابر با قرائت کل قرآن کریمه زمزمه میکنن آیات وحی رو. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کتاب ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که بنگری قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان در سایه محمد و آل محمد است. چون نیک بنگری دل مجروح هر کسی چشم انتظار مهدی آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی که توفیق بیش از پیش داشته باشیم در انس با قرآن کریم در این بهار کلام آسمانی وحی. خب عزیز نازنینی قدم به چشم من گذاشتن که سالهای ساله که شما پرسش هایی که در حوزه مسائل دینی، بخش های مختلف مسائل اعتقادی و اینها براتون پیش آمده، شبهاتی که در ذهنتون ممکنه پیش آمده باشه، شما و مثل شما سالهای ساله که دارن از طریق صدا و سیما پاسخهای دقیق فنی و کارشناسی میدن و راهگشا هست فرمایشاتشون و با سعی صدر هم این کار انجام میدن و فکر کنم ماها خیلی مدیونشون باشیم. توی سالهای گذشته انصافاً خیلی از پرسش هامون رو پاسخ دادن. کلی پیامک تو برنامه‌های مختلف و اینها ما دیدیم تهران خیلی هی بهشون زحمت میدیم، گفتیم که ما بیام خدمتشون، از امروز با افتخار خدمتشون هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. استاد محمدی شاهرودی عزیز، فقط قبول بشه. سلام علیکم و رحمت الله.
ممنون، متشکر از شما و همه دوستان عزیز بیننده و همه عزیزانی که در محضرشون هستیم. ان خداوند قبول کنه. زنده باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم از دوستان عزیز، بینندگان محترم، عزیزانی که در حرم خدمتشون هستیم و آرزوی سلامتی، طول و عمر، توفیقات رو افزون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات، نمازها، روزه‌ها، آرزوی برخورداری از فیوزات و برکات این ماه عزیز و آرزوی درک شب‌های عزیز قدر رو انشاءالله خداوند همه اینها رو عنایت بفرماید به همه دوستان عزیز. خدا متعال را شاکرم که توفیق نصیب شد باز تو این برنامه یاد خدا که خب خدمتتون بودیم در برنامه‌های گذشته، باز خدمت شما باشیم انشاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ما و شماست بر زبان بنده و آقای قوامی و هست سوالهای شما جاری بشه انشاءالله. برنامه مفیدی باشه. ما چنین امیدی رو داریم. من یه سوال همین اول جلسه از دوستان بپرسم و اون این که اگه از ما بپرسن در این ماه شریف که ماه مبارک رمضان هست چه کاری از همه اعمال ثوابش ارزشش بیشتره، طوری که با توجه به اینکه همونطور که اشاره فرمودید یک آیه قرآن خوندن در این ماه معادل ختم قرآن در سایر ماه هست. بله. یعنی یک ختم قرآن میشه 6265 آیه اشتراک کرده، 6236 آیه. یک آیه یک ختم قرآن معادلش 6236 آیه میشه. ختم قرآن. یا مثلا فرض بفرمایید که نمازها آثارش چند برابر میشه، شب قدر 30,000 برابر میشه، یک شبش از 30,000 شب فضیلتش بیشتر. اما اگر میخوایم ببینیم چه کاری مثلا در شب قدر از هر کاری مهمتره، چه عملی انجام بدیم که از همه مهمتر باشه. بقیه ماه مبارک رمضان که الان هنوز باقی است و فرصت هست، چه کاری انجام بدیم که از همه کارها ثوابش، ارزشش و محبوبیتش پیش خدای متعال بیشتر باشه؟ پاسخ شما چیه؟ دارم فکر میکنم یهو مفلوت شدم که به غیر از این خوندن قرآن که فرمودین اینقدر ثواب داره، چه کاری در ماه مبارک رمضان انجام بدیم پیش خدا اجر و پاداش بیشتری خواهد از همه بیشتر. آره. از همه بیشتر. خب بذارید فکر کنیم حالا امروز یا آخر برنامه یا مثلا اصلا فردا جواب بدیم یا مردم هم. من یه حدیث میخونم رد میشم بعدا هم ان شاء الله از این حدیث میشه متوجه شد. آره بفهمید. پیامبر فرمودن ساعتی که انسان صرف فرا گرفتن علم میکنه از 12,000 ختم قرآن فضیلتش بیشتره. ساعتی که برای همین که یادگیری علم و دانش، همین بستی که الان ما داریم همینه دیگه، گفتگوی علمی داریم. ساعتی که انسان اینجا صرف کنه، عزیزان بیننده خدمتشون هستیم، این یک ساعت بر حسب روایتی که مرحوم شهید ثانی در بنیت المولیدشون نقل کردن، این یک ساعت از 12,000 ختم قرآن که هیچ کس توفیق نداره که با 12,000 قرآن ختم کنه. چون شما بخواید قرآن ختم کنید حداقل 15 ساعت طول میکشه روان بخونید. 15 ضرب در 12,000 میشه 180,000. 180,000 ساعت قرآن بخونید معادل ساعتی نیست که صرف. انشاءالله که گفتگوی ما با دوستان از اون جلساتی باشه که پیامبر فرمودن. در این باره بعدا هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. دوستان تأمل کنن ببینن که در شب قدر چیکار کنیم که ارزشش همه بیشتر باشه. الهیام اتفاقا یکی از سوالاتی بود که من میخواستم در ادامه، حالا نه ابتدا، مثلا حالا یا امروز یا فردا، خلاصه ازتون بپرسم، ولی خب شما خودتون از ما پرسیدین، بعد بشینیم روش فکر کنیم، حالا انشالله بعدا مفصلش از خودتون میشنویم. عرضم به حضور شما که من یه مقداری تعلل میکنم احیانا اگر پرسشی دارین که صداتون متاسفانه امروز یه مقدار من خوب دریافت نمیکنم، مبهم هست. امیدوارم دوستان یه تمهیدی به خرج بدن در ادامه درست بشه. عرضم به حضور شما که خب ما از فردا شب همونجوری که اشاره کردین شروع لیالی قدر رو داریم و بعد دیگه امروز 28م بود اگه اشتباه نکنم. بله. فردا 29 و 30 دیگه در آستانه سال نو هستیم و تلاقی روزهای نخستین سال 1400
4 خورشیدی با ایام شهادت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام. یک قدری خانواده های مذهبی نگرانن که حالا این روزها که این عید نوروزی هست و از یه طرف هم ایام شهادت امیرالمؤمنین، خدای نکرده اتفاقی نیفته، حرمت شکنی نشه و اینها. اگه موافق باشیم ما از اینجا شروع بکنیم که توصیه شما چیه؟ حالا بگذاریم که امشب یه چهارشنبه سوزی هم در پیش، معلوم نیست چقدر از مردم ایران اصلا زنده بمونن که حالا بخوام بعدن توی به قول معروف مراسم ابتدای سال باشن، ولی اینا رو راجع بهش صحبت بکنیم ببینیم تکلیفمون چیه، چیکار باید کرد. سنت ها و اعمالی که مردم انجام میدن رو میشه به 2 بخش تقسیم کرد. یک بخشش که حالا اونای خرافات مثل این چهارشنبه سوزی که هیچ، اینا رو که اصلا اسلام قبول نداره. آره. اما اون کاری که مورد تایید اسلام هست میشه 2 بخش تقسیم کرد. درست. یه بخش کارهایی که ازش بوی جشن و سرور و شادی و این چیزها استشمام نمیشه، مثلا صله رحم، مثلا هدیه دادن، انفاق به فقرا، مثلا صله رحم، هدیه، انفاق، اینا که خب جشن نیست. این بخشی اشکال نداره انجام بدن و حالا عیدی بدن، عیدی نه هدیه بدن و هرچی میخوان. یک بخش اونایی که از ذاتش جشن و سرور و شادی فهمیده میشه، این با ایام شهادت مولا منافات داره، این به نوعی حد و حرمت اون ایام میشه. طبعا اینا باید کنار گذاشته بشه. حالا که از کنار گذاشته بشه دوستان توجه باشن که اینجوری نیست که بگیم مثلا اون زمانی که خورشید از مقابل برج حمل رد، زمین از مقابل برج حمل رد میشه، یه اتفاق خاصی در عالم، یه اتفاق تکوینی خاصی نه، هیچ اتفاقی نمیفته. اون روز با روز فرداش با روز قبلش با 10 روز دیگه هیچ فرقی نداره. دقیقاً. مثل شب قدر نیست. شب قدر شبی است که از 30,000 شب فضیلتش بیشتره. آره. یک شب هم بیشتر نیست. نمیشه بگیم حالا شب قدر نشد 10 شب دیگه، نه، فقط یک شب قدر. اما عید اینجوری نیست. کل یوم لا یصلی فیه فهو عید. هر روزی که انسان تو اون روز گناه نکنه اون روز عیده و هر روز گناه کنه عذابه، عزاست. اگر روز اول فروردین کسی گناه کرد اون روز براش عزاست. حالا الان امسال نه، هر سالی در روز عید اگر گناه کرد اون دیگه عید نیست، براش عزاست. این فرمایش امیرالمؤمنین اسلام در نهج البلاغه من خوندم. بنابراین اگر ما چه اشکال داره که 5 روز صبر کنیم، 10 روز صبر کنیم، همه اون مراسم شادی و جشن و سرور و شربت و شیرینی بذاریم یه هفته بعدش چه اتفاقی میفته؟ بله. هیچ اتفاقی نمیفته. مثلا از چندم ماه مبارک جشن و شادی شروع بشه؟ یه روز مثلا از بعد از اون شب قدر آخر، یعنی از 24م شروع کنیم، 25م شروع کنیم، هیچ اشکالی نداره. 2 تا عید با هم، عید فطر هم که میاد دیگه نور علی نور میشه. هر چی دلشون میخواد جشن بگیرن، هر کار میخوان بکنن. اینا داشت باشه. عده از ایرانیای ما رفتن خدمت امیرالمؤمنین، علالقاعده اهل شیراز بودن، چون فالوده برای حضرت بردن. فالوده های ایران خب خوشمزه بود. اون موقع هم عربونا که بلد نبودن این کارا رو بکنن. فالوده شیراز هم بوده، لابد شیرازی بوده، ایرانی بودن، معروف بود. خب حضرت سوال کرد که مناسبتش چیه؟ برای چی شما برای ما فالوده آوردید؟ گفتن الیوم نیروز، امروز نوروزه، ما به خاطر نوروز برای شما فالوده آوردیم. حضرت این جمله حضرت جالبه، فرمود اجعلوا کل یومنا نیروز. اگر نوروز معنای شیرین کردن کامی است، هر روزمون نوروز باد. خدای هر روزمون نوروز. میشه 15 فروردین مثلا نوروز داشته باشه، میشه تو اردیبهشت هم نوروز داشته باشه. هر روزی کامی و شیرین کنون میشه نوروز. پس نوروز فقط روز اول فروردین نیست. من خدمت دوستان عزیز بیننده عرض میکنم فرمایش مولا اجعلوا کل یومنا نیروز، هر روزمون نوروز باد. اگر خدمتی به بندگان خدا بکنیم، اگر عبادتی کنیم، اگر گناهی نکنیم، میشه نوروز. آره. پس نگرانی نداره که حالا ما یه هفته دیرتر جشن‌ها رو شروع بکنیم، هیچ اتفاقی نمیفته. درست. مثل شب قدر نیست که اگه گذشت دیگه شب قدر نیست. شما شب 24 ماه مبارک رمضان بخواید احیا نگهداری اون اعمال، 100 رکعت نماز بخونی، نماز 7 قل هو الله، قرآن به سر بگیری،
غسل اینا هیچ کدام دیگه شب قدر نیست. دیگه ضرب در 30,000 نمیشه. فقط همون شب قدره که اما نوروز اینجوری نیست. شما هر وقت نوروزش کردی میشه نوروز. هر روزی که شما خدمتی بندگان خدا کردی، خدا رو خوشنود کردی، قلب امام زمان رو شاد کردی، اون روز میشه نوروز. روز نوست، روز عیده و انسان میتونه جشن بگیره. مثل خود روز عید فطر که الحمدلله الذی جعل للمسلمین عیدا. بله. عید برای مسلمان‌ها قرار داده. بنابراین عرض من این خدمت دوستان که این دسته از اعمال که ازش بوی جشن و سرور و شادی اینها میاد، اینها با ایام عزا تناسب نداره. اینا رو حذف کنیم یعنی عقب بندازیم، نه کلا حذف کنیم. اون بقیه‌اش اشکال نداره، اون کارا دیگه انجام بدن. میخوان نظافت کنن، نظافت منافات نداره. فقط اون بخش رو یه هفته تأخیر بندازن ان شاء الله خداوند. اظهار جشن و شادی رو باید اونا منافات داره و اونا قطعا اشکال شدید. حالا اینی که فرمودید من یادم افتاد یه سالی هم ماه اعضای سید الشهدا محرم افتاده بود توی عید، مثلا حالا دید و بازدیدی هم میرفتن، به جای تبریک همین دست که میدادن حالا دید و بازدیدی میرفتن میگفتن لعنت بر یزید، بعد مثلا شروع میکردن حالا بله اینجا مثلا تقبل الله بگن، خدا قبول کنه. حالا اینجا هم میشه لعنت بر قاتلان امیرالمومنین کرد و دید و بازدیدی. در روایت هم داریم مثلا شب 19 هم داریم که 100 بار بگید اللهم لعن قتلت امیرالمومنین. همین اونجا انجام بدن مثلا. یا مثلا این عبارت هم از بابام خدا بیامرز زیاد میشنیدم که حالا کسی میومد یا جایی میرفتیم قدیمی ها حتما تایید میکنن، میگفتن ان شاءالله زیر سایه امیرالمومنین سال خوبی داشته باشین و اینها. بله. حالا امسال که دیگه با نام امیرالمومنین هم شروع میشه این آرزوهای این شکلی که ایرادی نداره که طبعا دین ما هم سفارش شده. خیلی هم خوب است که مثلا دید بازدیدم اشکال نداره. تا جشن نباشه. حالا شربت شیرینی بذارم برای کسی هم خیلی علاقه به شیرینی دارن دیرتر برن. دید بازدید دیرتر برن. هر چقدر شادی می‌کردین 2 برابرش شادی کنین، چون که عید فطر هم میاد بعدش. منتها بعد از این چند روز به احترام ان شاء الله. البته مردم ما انقدر عاشق اهل بیت هستن که خودشون اینا رو انجام میدن. چون این روزها از ما زیاد میپرسن این مطلب رو. مرتب میپرسن. منم هم بخاطر همین مطرح کردم، اما تجربه نشون داده که مردم حرمت نگه می‌دارن و الحمدلله ما هم هر چی داریم از همین نگاه پرمهر اهل بیت و این احترامی هست که مردم به آل الله علیهم صلوات الله دارن. به قول حضرت امام ما هر چی داریم از این محرم و سفر و از این آداب و رسوم و سنت‌های نیکیه که داریم. الحمدلله رب العالمین. خب اگر اجازه بدین برای اینکه بریم سراغ بحث بعدی ما یه فاصله بگیریم. ما جای محمدی شاردی عزیز توی برنامه هر روزمون با یکی از ستارگان حرم آشنا میشیم و ازشون نور میگیریم. ستارگانی که در این کنار این ماه درخشان اونها هم پرتو افشانی میکنن. امروز قراره بریم محضر عالم ربانی عارف بالله استاد اخلاق آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه. یه 2 دقیقه مردم باهاشون آشنا بشن و برمیگردیم و بعد ادامه میدیم گفتگو. به روح مطهرشون هم سلام و درود و صلوات می‌فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید. خواهش
هستند. این عالم ربانی کمک به محرومان را سرلوحه خدمات اجتماعی خود قرار داد و همواره می‌فرمود کمک ها را شب انجام دهید، رعایت آبروی افراد را بکنید. آیت الله بهاءالدینی در 26 تیر 1376 شمسی درگذشت و در رواق بالا سر حرم حضرت فاطمه معصومه علیها السلام در قم به خاک سپرده شد و ستاره ای فروزان در آسمان بارگاه فاطمی شد. اگر می‌خواهی خدای تعالی به تو کمک کند و از برکات خدا کمال استفاده را بکنی، با حرف نمی شود. در خلوت و جلوت باید محرمات الهی را ترک کرد. باید توطئه ها، دروغگویی ها، تهمت ها، کم فروشی ها، کلاه گذاشتن ها و شیطنت ها را که اسمش را عقل گذاشته ایم کنار بگذاریم. این عبارت تأمل برانگیز از عرضم به حضور شما که عالم ربانی عارف بالله استاد اخلاق آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه بود که تقدیم کردم. ایشان عمر خودشون هم در ضمن وقف کرده بودن به کمک به نیازمندان و ایتام و فقرا و دیگران رو خیلی تشویق به این کار میکردن و توصیهشون هم این بود که حالا تو این ماه مبارک چون خیلی اهل دستگیری و خیرات و انفاق و احسان هستن، نکتهشون این بود که سعی بکنید در ملأ عام این کار انجام نشه، تا میتونید تو خفها شبانه که اون بنده خدایی که بهش کمک میکنین خجالت نکشه که یه وقت از شما و از کسانی که داره کمک میگیره. توصیهشون بود، انشاءالله که روشون شاد باشه و دعاگوی ما باشن. دوست دارین راجع به آیت الله بهاءالدینی چند جمله صحبت کنیم؟ فرمودید شما جالب بود و اصل هم پیشنهاد. یه نکته هم که عرض میکنم که حالا به عنوان بحث علمی شون ادراکات برزخیشون کار میکرد، یعنی هر اراده میکردن با عالم برزخ مرتبط بشن مرتبط میشدن. که از شاگردانشون که زمان حیاتشون خب استعداد مناسبی نداشتن، کند ذهن بودن، مطالب خوب یاد نمیگرفتن، شون از دنیا رفته بود. بعد از مدتیشون فرمودن که ایشون تو عالم برزخ به شدت رشد کرده و خیلی سریع بالا رفته که تو دنیا مثلا چیز نمیشه. هر موقع اراده میکرد میتونست ارتباط داشته باشه با عالم برزخ و که حالا این برنامه زندگی پس از زندگی پخش میشه. پس بی خود نبود. من یه جمله ازشون دیدم، حالا یه مقدار گفتم که شاید نگم بهتر باشه، این من مجوز داد این فرم شما. راجع به شعر اشعار شهریار نظر داده بودن، گفتن من اشعار مرتبط با اهل بیت زیاد خوندم و دیدم، ولی اشعار شهریار تبریزی درباره امیرالمؤمنین رو خیلی پسندیدم و به ایشون گفتم که شما مجبورین. بعداً دیدم که برزخ شهریار رو برداشتن. جمله راجع به شهریار خیلی جمله بزرگیه، پس به این دلیل بوده که ایشون متوجه بود، اطلاع داشت، از در عالم معنا سیر میکردن. خب انشالله دعاگوی ما باشن، شأن و جایگاه ویژه‌ای دارن، انشالله ما عاقبت به خیر بشیم دعاشون. عرضم حضور شما که خب ما اول برنامه اشاره کردم امروز سه‌شنبه است و خیلی مسجد جمکران دارن میرن برای افطار و نماز و اینها. از طرفی سالروز تأسیس مسجد مقدس جمکران هم هست. راجع به این موضوع مگه سلام میدونین یه چند جمله از شما بشنویم خوبه؟ اولا اینکه خب ما روایتی داریم که یک در بهشت از قم باز میشه، روایتی داریم که 3 در بهشت از قم باز میشه. البته اینکه حالا معنای این حرف چیه نیاز به بحث داره که شاید در شب‌های آینده اشاره کردیم بشه. یکی از اون احتمالات و وجوهی که میشه گفت اینه که خب ما در قم 3 نقطه بهشتی داریم که هر کس از این امتیازها و از این فرصت‌ها استفاده بکنه بهشتی میشه. یکیش همین قبر شریف حضرت معصومه سلام الله علیها است که روایت فراوانی از امام صادق از امام عرض کنم رضا، از امام جواد فرمود منظار امتی به قم فله الجنه، هر کس عمه مرا در قم زیارت کنه بهشت برای خواهد. خب این یک در بهشته. یک راه از برای بهشت رفتن زیارت این بانی بزرگوار است. یک در بهشت هم حوزه علمی قمه با علوم و معارفی که پراکنده میکنه. در هر روز شاید صدها هزار نفر، میلیون ها نفر از این طریق بهشتی بشن. آره من به این فکر نکردم. آره.
یک در بهشت قم هم همین مسجد جمکران میرن اونجا میرن نماز میخونن. نمازی که اونجا میخونن گویی که در بیت العتیق نماز امام زمان خودش فرمود هر کس اینجا نماز بخونه مانند اینه که در خانه کعبه نماز خونده باشه. این هم راهی است برای بهشتی شدن. آقا خوش به حالتون، خدا وکیلی. حالا ما که از اول ماه رمضان اینجا الحمدلله هم مهمان سفره کریمانه خداییم، هم سفره کریمانه حضرت کریمه ایم، خدا رو شکر. ولی غبطه میخوریم به حال شما مثل شما. البته اگر ما قمی باشیم، چون قمی بودن هم خودش کار سختی است. این فرهنگ قمی بودن رو داشتن خودش، اینکه امام صادق فرمودن که خداوند حرمی دارد مکه، پیامبر حرمی دارد مدینه، امیرالمومنین حرمی دارد کوفه، ما اهل بیت هم حرمی داریم قم. که خب این حرم اهل بیت قمه یعنی چه؟ یعنی اینجا باید اهل بیت حرمت نگه داشته بشن. اگر کسی این حرمت نگه نداره دیگه قمی نیست. یه از ری رفتن خدمت امام صادق علیه السلام، مقدمه همین روایت گفتن ما اهل ری هستیم. امام فرمود مرحبا به اخواننا من قم. اینا که میگن امام فرق بین قم و ری رو نمیدونه. گفتن آقا ما اهل 3 یا 4 بار گفتن ما اهل ری هستیم. اتفاقا تو ذهنم بودیم. هر بار امام میفرمود که مرحبا به اخوان ما از برادران ما از قم. مرحبا به برادران ما در قم. آخر اینا فهمیدن که چون شیعه هستن اهل قمن، ساکن ری. چون اون موقع ری مرکز معتزله بود. گفتن اهل ری، گفتن اینا معتزله هستن. امام فرمود نه شما قمی هستید، ساکن ری هستید. بله ممکنه کسی در قم زندگی بکنه اما قمی نباشه. کسی بیرون قم باشه ولی قمی باشه. بله. همین طبق همین روایت اینو میشه برداشت کرد. بعد فرمود که به زودی دختری از ما به نام فاطمه در اینجا دفن خواهد شد که به شفاعت و همه شیعیان و اهل بهشت خواهد شد. و این زمانی بود که هنوز امام موسی بن جعفر علیه السلام به دنیا نیامده بود. خبر از فوت دخترش در اینجا امام صادق علیه السلام داد. در حال بله قمی بودن خودش افتخاری است، مشروط برای اینکه این حرمت، یعنی این حرم رو ما حرم بدونیم، حرم اهل بیت رو حرمت نگه داریم، میشیم قمی. حالا چه ساکن اینجا باشیم چه ساکن اینجا نباشیم. بله یکی از اون درهای بهشت که از قم باز میشه از همین مسجد جمکران علل قاعده باید باز بشه. امام زمان علیه السلام عرض کنم که شخص امام حسن مصلح جمکرانی رو فراخوان، رفتن دنبالش آوردنش، زمین رو بهش نشون داد، علامت گذاری کرد، زمینی که الان محل مسجد جمکران هست. این زمین مقدسی است، اینجا باید تبدیل مسجد بشه. و هزینه‌اش رو هم امام مشخص کرد از کجا پرداخت بشه. فرمود که یکی از اون کسانی که موقوفات امام دستشون بود و موقوفات شرعی دستش بود و نمیداد، فرمود نفر در قم مراجعه کن، سید در قم مراجعه کن، بگو موقوفات رو بگیره خرج مسجد کنه. و حالا نشانه هایی مثلا گفت که گوسفندی بزی با مشخصات رو ذبح کنید، هر کس از این گوشت بخوره شفا خواهد یافت. خلاصه اون نکته مهمی که ما فرمود اینه که شما اینجا 2 تا کار انجام بدید. یک 2 رکعت نماز تحیت مسجد که سوره حمد و سوره توحید و 7 بار سوره توحید، ذکر رکوع و سجده هر کدام 7 بار، و 2 رکعت هم نماز امام زمان. البته نماز امام زمان رو جای دیگه میشه خون، مثلا شب‌های جمعه میشه هر جایی نماز امام زمان رو خون که سوره حمد رو بخونن، به ایاک نعبد و ایاک نستعین کریستن 100 بار تکرار کنن، بعد بقیه سوره هم قل هو الله 1 بار، با ذکر رکوع و سجده هم هر کدام 7 بار، بعدش هم لا اله الا الله تسبیحات زهرا سلام الله علیها و سر به سجده و 100 تا صلوات. این دستور امام زمان علیه السلام برای اینجا. و فرمود کسی که این نماز اینجا بخونه گویی که در بیت العتیق در خانه کعبه نماز خونده. این خلاصه جریان مسجد خیلی خوب، خیلی خوب. و حالا دیگه این 3 شنبه شب‌ها و 40 هفته و اینا ماجراش چیه آقا؟ داریم در نقل‌ها که کسی که 40 چهارشنبه شب چهارشنبه به مسجد سهله بره در عراق کوفه و اون اعمال مسجد سهله رو انجام بده، امام زمان رو زیارت میکنه. اینجا چون دستمون به اونجا نمیرسه 40 هفته میرم جمع به اون. از اون کسانی که این دستور عمل کرده و امام زمان رو زیارت کردن این حضرت آیت الله العظمی آقای نجفیه که اینجا نماز میخون، چه نماز باحال چه نماز باشه.
خب اینو مرسوم بود از قدیم، کسی میخواست خدمت امام زمان برسه 40 تا شب چهارشنبه میرفتن مسجد سهله، اعمال مسجد سهله انجام میدادن و امام رو زیارت میکردن. خب این اون سنت اینجا هم تعمیم داده شده، اما من عرض میکنم که نه، شما شب جمعه میتونید مسجد جمع کردن برید، خیلی هم خوبه. هر هفته هم میخواد برید اب نداره، اما شب جمعه برید، روز جمعه خیلی عالی است. در طول هفته هم هر وقت که برن این نماز بخونن خوندن. تفاوتی بین شب چهارشنبه جمع کردن و شب سه‌شنبهش یا شب پنجشنبهش نیست. اون مال مسجد سهله است. اونم عرض کنم که حکمتش عرض کردم چیه، شأن نزولش عرض کردم چیه. آره اصلا روز و اینا هم شاید خیلی اینو از آیت الله حائری شیرازی رضوان الله علیه تو ذهنم مونده که ایشون به نقل از شهید سید حسن نصرالله این رو بیان کردن که ایشان میگفتن که با آقا درد دل میکردم، بودم خیلی کار سخت میشه، مثل همین روزا که واقعا دوره شروع شده و کار سخت شده و بالا گرفته. گفت یه جاهایی که مثلا ممکنه ما کم بیاریم و اینا. بعد میگفت آقا فرمودن که بالاخره به هر کسی این احتمال هست که تو سختی ها و دشواری های زندگی، برای ما هم یه وقتای این حالت پیش میاد، میریم جمکران نمازی میخونیم و توسلی میکنیم و گره ها باز میشه، آرامش پیدا میکنیم و برمیگردیم. یعنی میخوام بگم که هر کسی تو زندگیش گرفتاری مشکل چیز داشته باشه، حالا حتما صبر کنیم جمعه بشه سه‌شنبه بشه، هر لحظه میشه. بله علمای بزرگی مثل مرحوم سید بحرالعلوم بله در نجف همین کارو میکردن. مسئله برای پیش اومد میرفتن خدمت امیرالمومنین علیه السلام، اونجا مسئله رو حل میکردن. یه شب که رفتن شاگرد ایشونو تعقیب میکرد، میگه که رفت دیدم که درهای حرم باز شد، با اینکه قفل بود برای سید باز شد. عجب. رفت کنار زری، یه گفتگوی بود با یه نفر که من اون نفر رو ندیدم و متوجه نشدم این گفتگو چی بود. سید از حرم امیرالمومنین اومد بیرون، منم از دور تعقیبش میکردم، او خبر نداشت که من دارم. مثلا نیمه شب، بعد از نیمه شب رفت مسجد از کنم که کوفه، رفت مسجد کوفه محل شهادت امیرالمومنین. دیدم باز رفت اونجا و با یه آقایی داره صحبت میکنه، در حالی که اون زمان هیچ کس تو مسجد نبود. وقتی که برگشت من سرفه کردم یا خلاصه متوجه شد که من همراهشم. گفت اینجا چیکار میگفتم؟ از همه جا از اول دنبال شما بودم، قضیه چیه؟ چون اصرار میکرد، نمیخواست بگه، اصرار کردم گفت تا من زنده هستم این جریان رو نگید. هر وقت برای من مشکلی پیش میاد، سوالی پیش میاد که نمیتونم حل کنم، میرم خدمت امیرالمومنین کنار زری، مشکل رو حل میکنم، برمیگردم. امشب که رفتم گفت که امام زمان تو مسجد کوفه داره نماز میخونه، برو اونجا پیش امام زمانت تا اونجا مسئله رو امام زمان حل کنه. من رفتم اونجا، امام زمان علیه السلام مسئله منو حل کرد. و هر حال علمای ما چنین ارتباطهایی رو دارن. حالا منتها نمیگن تا انقدر زنده هستن، نمیگن بعد از مرحوم آقای نجفی تا از دنیا نرفت بود هیچ کس خبر ملاقات ایشون رو نداشت. بعد از مرگشون متوجه شدن که چه عرض کنم که معاشقه ای مثلا چه در یک شب مثلا طولانی در مسیر کربلا. خیلی خوب. اللهم ارزقنا. اللهم ارزقنا. ان شاء الله که ما پیدا بکنیم. دوستان به من بگن خب 6 دقیقه حدودا 5-6 دقیقه فرصت داریم. ما ان شاء الله مفصل میخوایم راجع به شب‌های قدر از شما بشنویم. حالا فردام چون قبل اذان مغرب هست، منتها نقدن تا فردا قبل اذان مغرب که ما میایم تو این فاصله چه پیشنهادی دارین برای مردم که چی کار بکنن از همین شب اول قدر محکم وارد بشن و بتونن ان شاء الله بهره های زیادی داشته باشن؟ عرض کنم که حضرت زهرا سلام الله علیها نه حتی خودشون بچه ها رو هم از روز قبل آماده میکردن. بچه های خوابی داشته باشن، خب آقایون خانم ها یه استراحتی داشته باشن، خواب قیلوله داشته باشن شب قبل، روز قبل، که اینها آمادگی مثل فردا. و حضرت گاهی با مثلا با غذا کنترل میکرد، کم غذا دادن بخورن که خواب آلود نشه. شبم من شنیدم آب میپاشیدن به صورت اگر خوابشون میامد. داره نکته دیگه هم این که خب فردا شب که از اعمال فردا شب غسل شب احیا هست، شب قدر که از اعمالش غسل. بعضی از بزرگان مرحوم علامه مجلسی فرمودن که خوبه که مقارن غروب آفتاب این غسل رو انجام بدن
که با همین غسل نماز مغرب، البته نه اینکه حالا وضو نگیرن ها، چون اینجا اختلاف فتوا هست، وضو حتما قبلش بگیرن، ولی خب با این غسل نماز مغربش را بخونن. یعنی فردا همین موقع ها غسل تقریبا آره، موقع غروب آفتاب این غسل انجام بدن خیلی خوبه و کارها رو به راه بکنن، مطالعه کنن که فردا شب چه اعمالی واجب هست، کمی درباره از کنم که اهمیت و جایگاه شب قدر فکر کنن و اطلاعاتشون نسبت شب قدر بیشتر بکنن، مقدماتشون فراهم بکنن. نداشت بشن دوستان، فردا انشاءالله بیشتر توضیح میدیم هر کدام از این اعمالی که برای شب قدر گفته شده، یک حالا ویتامین بگیم، انرژی بگیم، از این قبیل خاصیتی داره که دیگه پیدا نمیشه. آمپول تقویتی. این غسل شب قدر، این غسل دیگه پیدا نمیشه، مثل این غسل نداریم دیگه نداریم. خب انسان در طول سال میتونه استغفار بکنه، اما این 100 تا استغفار که فقط شب 19 هم وارد شده، شب‌های دیگه وارد نشده، این استغفر ربی و اتوب الیه 100 بار فقط در شب 19 هم وارد شده. این یه خاصیتی داره که این دیگه هیچ جا نیست. ببین من درست تشخیص میدم، چون شب قدر هیچ جای دیگه نیست، فقط خود شب قدر همون شبه، هر کاری هم که تو شب قدر سفارش شده انجام بدیم فقط همونجاست، مثلش دیگه نداره. همطوره، هر عملی که در اون شب انجام بشه اون عمل معادل 1000 ماه. از امام سوال کردن 84 سال لیلة القدر خیر من 1000 شهر، چه چیزش از 1000 ماه و 30,000 شب فضیلتش بیشتر؟ همون عمل. این 2 رکعت نمازی که شما فردا شب بخونی از 30,000 ضرب در 2 60,000 میشه. 60,000 رکعت نماز که در سایر شبها که شب قدر نباشه بخونی باز این فضیلتش بیشتره. این 2 رکعت فضیلت. یه چنین فرصتی من اینو واقعا اونی که ما اگر دست بدیم این فرصت رو دیگه هر چی به اون میگن حقمونه. این خدای متعال دنبال بهانه میگرده. آره. زمانهایی، مکانهایی، حالات خاصی رو بهانه قرار داده برای اینکه این بنده به مقصد برسه. اون مقصد اصلیش که قرب خدا باشه و بهشت قرب باشه، برای اینکه مقصد برسه بهانه قرار داده که از بهانه ها شب‌های قدره که انسان میتونه راه سترش یک شبه بره. این نکته عرض بکنم، همونطور که حرمت شب قدر و عمل خوب در شب قدر این گونه آثار داره، گناه و نافرمانی و بدمستی هم در شب قدر جرمش و کیفرش بسیار زیاده. این هم یه نکته است که حالا شاید بعدا بیشتر توضیح دادیم. مثلا خیلی ممنونم استاد محمدی شاهرودی عزیز. ما همه این بحث ها رو ظرف شب‌های آتی انشالله باز میکنیم، میشکافیم و بیشتر از شما بهره مند میشیم. به مناسبت شب‌های قدر رو نزدیک سال نو و ایام شهادت امیرالمومنین ضمناً انشالله. متوجه نشدم یه بار دیگه. بله. عرضم حضور شما 3011-22 عبارت یا فاطمه معصومه سلام الله علیها ارسال بفرمایید. تا اذان مغرب فرصت هنوز هست که پرچم متبرک رو تقدیم شما بکنیم. ضمن اینکه حتما با دیدن چهره استاد محمد شاهرودی یاد یه سری سوالاتون افتادین، از همین طریق یعنی 3011-22 سوالاتتون هم میتونید کلا ارسال بفرمایید تا امشب. فردا مشکل نداره، دوستان چک میکنن و ما توی برنامه‌های آتی از محضر استاد خواهیم پرسید سوالات مختلفی که ممکنه داشته باشید تو حوزه مسائل اعتقادی. چون از جمکران یاد کردیم، از امام زمانمون یاد کردیم و از شب‌های قدر، اجازه بدید من با این 2 بیت با شما خداحافظی بکنم، ضمن اینکه بهترین ها رو آرزو میکنم براتون و میخوام که برای ما نفس بزنید این شبا. عرض میکنم که میشود این رمضان موعد فردا باشد، آخرین ماه صیام غم مولا باشد، میشود در شب قدرش به جهان مژده دهند که همین سال ظهور گل زهرا باشد. ان شاء الله به آبروی حضرت کریمه، به نفس حقشون و دعای خیر همه خوبان، اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا یا حق. خداحافظ. آقا ممنونم. ربنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. مهربانها مهربانی بلدند، نهیب هم اگر بخواهند بزنند دوست داشتنیش میکنند. حواسشان به همه هست، کاری میکنند صدایشان به تک تک آدم ها برسد. با هر کداممان بلند بلند حرف میزند. حواست هست چه کسی از همه بزرگتر است؟ گواهی داده ای دنیا دست کیست و خوبهایش کجای کارند؟ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما
ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا سألك عبادي